بدبخت‌ترین کنکوری دنیا، تاکید میکنم بدبخت‌ترین کنکوری دنیا تویی. البته اگر این داستانی که بهت میگم اون نشنوی، از یه فردی که 25 سالشه و 5 بار کنکورشو خراب کرده و اگر جلوش بشینی انگار 70 سالشه. این سه تا نکته رو یاد گرفتم که اگر کسی ندونه کنکورشو نمیتونه قبول بشه. حالا اگر دوست داری میتونی ویدیو رو رد کنی بره، ولی به نظر من ارزش دیدن داره. همه دخترها و پسرها باید این سه نکته رو بدونن. نکته اول، به فکر پشت کنکور موندن نباش. فشاری که پشت کنکور موندن برای تو به ارمغان میاره 10 برابر فشاری که الان داری. توقعات بقیه، انتظاری که ازت دارن و فشاری که سال کنکور خود سازمان سنجش برات میاره و خبرهای جدیدی که آزارت میده. نکته دوم، اونی که الان میگه من برات میمیرم 2 سال دیگه قول بهت میدم اسمت هم یادش نمیاد. پس به جایی که ببینی نگاه کنی ببینی کی دنبالته، کی داره تو رو فالو میکنه، به این فکر کن که من الان چجوری میتونم خودم رو رشد بدم و اینجوری میشه عزیز دل بقیه و میشی تاج سر بقیه. نکته سوم، هیچ وقت همزمان دنبال 2 تا خرگوش نرو. اگه امتحان نهایی و کنکور سر راهته، اول بچسب به کنکورت. کنکور تو که دادی اون موقع بچسب به امتحانات نهایی. این برای کنکوریای فرهنگیانیه که الان و چند روز دیگه نزدیک کنکورشونه. عدد 15 رو کامنت کنین. 15 تا روش که باید بلد باشید سر جلسه کنکور اجرا کنید که بهتر کنید و براتون ارسال میکنم. مراقب خودت باش. پستای قبلی من